به نظر من بد دادن دخترها به خاطر حل منازعات قومی قبیلوی یا به خاطر موضوعات کشتار خون بین دو قوم یا دو فامیل واقعا ظلم مطلق و حرام است. یک ظلم با ظلم دیگه پاک نمیشه، باید با عدالت صاف و پاک شود و در ضمن میتونه عواقب بسیار ناگوار و بدی را در جامعه داشته باشه، مشکلات مختلفی را به وجود بیاره. مثلا زندگی پسر و دختر هر دو رو به نابودی و تباهی شود و همچنان نتونن که باعث پیشرفت یکی دیگه باشن، یک خانواده سالم نمی داشته باشن و در ضمن میتونه مشکلات روحی، روانی، جسمی، جنسی، فکری برشان ایجاد بسازه و اصلا زندگی نداشته باشن که بتونن در زندگی خود ترقی داشته باشن، آرامش داشته باشن. با بد دادن، با قربانی شدن دختر و پسر و اینکه دخترها به بد داده شوند و ازدواج اجباری صورت بگیره در سن کودکی یا در سن طفولیت، اصلا نمیتونه که عواقب خوب و مثبتی را در پی داشته باشه.